بازیکنان تیم‌های پرطرفدار همانند پرسپولیس، استقلال، سپاهان، تراکتور و همین فجر شهید سپاسی که از تیم‌های ریشه‌دار و پرطرفدار در شهر شیراز. اینجا دروازه پرسپولیس باز میشه. گل اول و تیم میهمان موفق میشه به ثمر برسونه روی قفلت مدافعان پرسپولیس. نتیجه 1-0 میشه به نفع فجر شهید سپاسی. مشتبه حق دوست بود که اونجا به نظر ضربه نهایی رو زد و دروازه رو باز کرد. یه اشتباه کشنده در قلب خط دفاعی پرسپولیس و دروازه این تیم که با جریمه بازیکنان فجر سپاسی باز شد. حسین شهابی بود که اینجا توپگیری کرد بین دو مدافع. دفع ناقص مدافعان اونجا کنانی زادگان و سهیل صحرایی با هم دیگه تعارف کردن و فرصت طلبی حسین شهابی که موفق شد دروازه پرسپولیس رو باز بکنه.